فرض کنین جای انسان و حیوان عوض شده. یعنی اینکه حیوونا بیان و ما رو بدوشن و یا اینکه از گوشتمون تغذیه کنن. خب این فیلم یعنی فارم یا مزرعه محصول سال 2018 یه جورایی به این مسئله میپردازه. بریم سر وقت خود فیلم. یک زوج به نامهای الک و نورا توی بر و بیابون در حال رانندگی هستن که به یک ملک وسط همون بیابون میرسن. نورا پس از جیش کردن همراه با شوهرش راه میفته و میرسن به یک رستوران. توی همون رستوران یک نفر که وضع چندان سالمی هم نداشت بهشون هشدار میده که جایی که هستن اصلاً امن نیست و سریعتر باید از اینجا دور بشن. ولی نورا و الک گوششون به این حرفا بدهکار نبوده. وقتی به یک پمپ بنزین میرسن، الک از شخصی به نام اندرو در مورد یک هتل یا یک جا که شب بتونن بمونن پرسجو میکنه و بعدم به سمت اون محل راه میافتن. وقتی به اونجا میرسند، یک مرد با ظاهری عجیب ازشون دعوت میکنه که برن تو و اون دوتا هم وارد میشن. ولی ظاهرا جایی که اتراق کرده بودن چندان امن نبود. شب وقتی که میخوابن، یک نفر با ماسک یک حیوان میاد بالای سرشون و روز بعد ما نورا رو داریم که توی یک قفس توی ناکجا آباد زندانی شده. دوروبرش رو نگاه میکنه. چشمش به یک مرد میفته که ماسک یک گاو روی صورتشه و بعد یکی دیگه میاد و با ریختن یک مایع روی بدن و صورتش اون رو بیهوش میکنه. نورا رو میبرن به داخل یک زندان که گویا یک طویله هست و تعدادی آدم هم همونجا توی قفس نگهداری می شدن. الک هم با دهنبند یک گاو اونجا زندانی شده بود. بعد تعدادی آدم دیگه با ماسک های حیوان های مختلف رو می بینیم که میان و با بیرحمی با یک چکش میکوبن تو سر یکی از افرادی که زندانی کرده بودن و میکشنش. بعدم جسدش رو میبرن به یک جای دیگه و تیکه تیکه‌اش میکنن. اعضای جدا شدهش رو میبرن و میدن به صاحب هتلی که چهره ناجوری داشت. صاحب هتل هم میگه که باید برای 80 نفر غذا درست کنه که خب میشه حالا فهمید ماجرای زندانی ها یک سرش به کجا بنده. از اون عجیبتر اتاقی وجود داره که تعدادی زن اونجا نگهداری میشن و ازشون شیر گرفته میشه. یعنی یه جورای اونا رو میدوشن. یکی از اون خانوم ها یک بچه به دنیا میاره و مردی که ماسک خوک روی صورتشه بچه رو فریز و بعد محکم میکوبه به زمین. واقعا دنیای کثیفیه. اول فیلم ما شخصیت اندرو رو داشتیم که الک و نورا رو هدایت کرده بود به این جهنمی که الان توشن. حالا میفهمیم که اندرو در واقع کسی هست که عمدن مردم رو هدایت میکرده به این جهنم. اندرو میاد و یک لیوان شیر میخوره، البته شیر یکی از خانوم ها، و بعدم میزنه یکی از اونها رو میکشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که اون زن اعتراض کرده بود. برمیگردیم سر وقت نورا. نورا با یکی از زندانی ها صحبت میکنه و اون زندانی میگه که 2 سال اونجاست و دارن ازش شیر میگیرن و حتی یک بچه هم به دنیا آورده بود، ولی دیگه توانایی اونجا موندن و شیر دادن رو نداره و از این جهت هم خوشحاله چون داره به پایان زندگیش نزدیک میشه. و خب حرفش هم درست بود، چون چند نفر که انگار یک فرقه هستن ماسک انواع جک و جونورها روی صورتشونه میان داخل و اون رو آویزون و شکمش رو پاره میکنن و تیکه تیکه‌اش میکنن و از اونجا میرن بیرون. نورا پس از دیدن همه این جنایات توی شوک بود و متوجه میشه که یک نفر میخواد بیاد تو و حد زد که نوبت خودشه. ولی گویا الک بوده که خودش رو آزاد کرده بوده و تونسته بود نورا رو پیدا کنه. اون دو سعی کردن که سوار یک کامیون بشن و فرار کنن، ولی موفق نمیشن چون یکی از اون حیوان‌ها داشت نزدیکشون میشد. فرار میکنن و میرن توی یک کلیسا که گویا اونجا هم از ماسک‌های حیوانی با گذاشتنشون روی سر عیسی مسیح ازشون استفاده میشده. الک و نورا در حال فکر کردن به این بودن که حالا باید چیکار کنن که یک دفعه یک نفر از اعضای اون گروه میاد تو و متوجه حضورشون میشه و اون دوتا هم فرار میکنن. در حین فرار کردن بودن که الک بدشانس پاش روی یک تله خرس گیر میکنه و از حرکت باز میمونه. نورا رو وادار میکنه که بره، ولی خودش میمونه با 2 تا از شکارچیان ماسکدار که حالا رسیدن بالای سرش. اون دوتا هم یک سنگ خیلی سنگین رو بلند میکنن و از فاصله زیادی ول میدن روی سرش رو میکشنش. نورا که قاعدتا میتونست فرار کنه و جون خودش رو نجات بده، در عوض برمیگرده توی طویل قایم میشه. چون کارگردان ها علاقه زیادی به کش دادن فیلم و رفتن با اعصاب مخاطبین دارن. نورا بعد از ملاقات کردن یکی از زندانی ها از طویله میاد بیرون و با یک چکش میزنه تو سر یکی از افراد ماسکدار و کلید ماشینش رو برمیداره و فرار میکنه.
ولی بین راه ماشین سوخت تموم میکنه و به همین دلیل دوباره برمیگرده توی همون جهنمی که توش زندانی بوده و بعد از کلی تعقیب و گریز فراوون و البته آزاد کردن یکی از زندانی ها، 2 نفری یک کلید رو برمیدارن و میرن به سمت یک اتوبوس، ولی متوجه نبودن که توی همون اتوبوسی که رفتن حدوداً 10 انسان حیوان نما داشتن اونها رو تماشا میکردن. آخرین سکانسی هم که این فیلم داره اینه که لنز دوربین همزمان که عقب میره متوجه میشیم که نورا و دوست جدیدش کشته شدن و به صورت یک غذای سرو شده روی یک میز قرار گرفتن. خب دوستان، اینم از ویدیوی امروز. این فیلم چندان فیلم قوی نیست و در اون مایه آنچنانی هم نداره و اکثر افرادی هم که دیدن ناراضی بودن. احتمالاً کارگردان این فیلم هم گیاهخوار چیزی بوده. به هر حال ممنون از اینکه با ما همراه بودین. خلاصه اینکه زمان مسافرت هر جایی رو برای موندن و استراحت کردن انتخاب نکنین. پیروز باشید و پایدار. خدا نگهدار.